آیا آماده اید برای اینکه تمام روزاتو با انرژی و هدفمندتر سپری کنی؟ توی این ویدیو میخوام 21 اصل طلایی از کتاب فوق‌العاده قورباغه را قورت بده رو براتون توضیح بدم. یک کتاب که با قدرت و اعتماد به نفس بهتون نشون میده چطور از وقتتون بهترین استفاده رو بکنید و با تمرکز کارهای سخت رو هم انجام بدید. خیلی از افراد موفق دنیا این اصول رو استفاده کردن تا به جایی که هستن برسن و حالا نوبت شماست. پس آماده اید که با 21 اصل ساده ولی قدرتمند شروع کنیم؟ با من همراه باش. قورباغه‌ات را قورت بده. آره، قورباغه. کار سخت و ترسناکترین کاری که امروز باید انجام بدی. این اولین قدم توی روزت باشه. همین الان اول به سخت ترین کارت حمله کن. اگه باید گزارشی بنویسی یا پروژه‌ای رو تموم کنی که فکرش هم تو رو میترسونه، اونو اولین کار روزت بذار. کارهایی که بیشترین استرس رو میدن همیشه هم بیشترین نتیجه رو دارن. وقتی قورباغه‌ت رو قورت دادی، بقیه کارا مثل شوخی میشه. هر روز برای کارات برنامه ریزی کن. وقتی روز رو بدون برنامه شروع میکنی ممکنه وسطش گم بشی. قبل از اینکه روز شروع بشه بنویس چه کارهایی باید انجام بشه. قبل از خواب برنامه فردا رو بچین. 5 کار بزرگ و مهمتو بنویس. وقتی بیدار میشی بدون که باید شروع کنی. همینطور از 20 دقیقه اول روز برای فکر کردن و نوشتن لیستت استفاده کن. قانون 80-20 رو اجرا کن. 80% از نتایج تو از 20% از کارهایی که میکنی میاد. پس همیشه باید تمرکزت رو روی اون 20% بذاری. مثلا توی شغل خودت شاید از 10 تا کار 2 تای اول بیشترین بازده داشته باشن. بی خیال بقیه شو، این 2 تا رو انجام بده. پیامدها رو در نظر بگیر. هر کاری یه نتیجه ای داره. اگه کاری رو انجام ندی نتایج منفی خواهد داشت. همینطور هر کار خوب پیامدهای مثبتی خواهد داشت. امروز میخوای ورزش نکنی؟ شاید فردا هیچ مشکلی نباشه، اما توی 1 ماه دیگه سلامتیت آسیب میبینه. حالا با این نگاه به کارها انگیزه پیدا میکنی که روشون تمرکز کنی و تمومشون کنی. قانون خلاقیت اجباری رو تمرین کن. به دنبال سریع‌ترین، ساده‌ترین و کارآمدترین روش‌ها برای انجام کارات باش. اگه باید گزارشی بنویسی، به جای اینکه خودت تک تک پاراگرافا رو تایپ کنی، از ابزارهایی مثل وایس تو تکست استفاده کن. میبینی که چقدر سریع‌تر پیش میری. قبل از شروع همه چیزو آماده کن. آماده سازی به تو این امکان رو میده بدون اتلاف وقت شروع کنی و تمرکزت رو فقط روی کارت بذاری. قبل از اینکه شروع به نوشتن کنی خودتو آماده کن. گوشی رو بذار کنار، نوشیدنی مورد علاقت رو داشته باش و محیطی بی دغدغه درست کن. فقط روی یک کار در یک زمان تمرکز کن. مولتی تاسکینگ فقط باعث میشه تمرکز و کیفیت کارت پایین بیاد. هر بار روی یک کار تمرکز کن. وقتی داری یه پروژه مهم انجام میدی موبایلتو خاموش کن. پیاما رو بررسی نکن. بذار تمرکزت روی کارت باشه. نتیجهش معرکه میشه. قانون 3 کار مهم رو رعایت کن. روزتو با 3 کار مهم شروع کن که بیشترین تأثیر رو دارن. آیا تو هم این مشکل رو داری که کارهای زیادی برای انجام دادن داری؟ 3 تا کار بزرگ رو از بینشون انتخاب کن. همین 3 تا رو انجام بده و بقیه رو بذار برای وقتهای دیگه. شایستگی اصلی خودتو توسعه بده. هر روز در زمینه‌ای که میخوای بهترین بشی تمرکز کن. با یادگیری و بهبود مستمر خودتو توسعه بده. اگه شغل تو طراحی گرافیکه، هر روز یه ترفند جدید یاد بگیر. این باعث میشه تا در نهایت از همه جلو بزنی. نقاط ضعف اصلی تو پیدا کن. دنبال نقاط ضعفی باش که ممکنه جلوی موفقیت تو بگیره. از همونا شروع کن و اونا رو تقویت کن. اگه ناتوانی در مدیریت زمان داری، به سرعت از ابزارهایی مثل تقویم گوگل استفاده کن. همیشه همینطوری. ضعف‌ها رو شناسایی کن و رفعشون کن. همیشه خودتو مسئول بدون. تمام مسئولیت‌های زندگیت رو بپذیر.
هیچ بهانه‌ای برای توجیه شکستات وجود نداره. اگه پروژه‌ای به نتیجه نرسید، هیچ وقت نگو به خاطر این بوده که شرایط مساعد نبود. خودت رو مسئول نتیجه گیری بدون. خودت رو به چالش بکش. دائما خودت رو به چالش بکش که از مرز راحتی خودت بیرون بیای. اگه تا حالا نتونستی سخنرانی کنی، امروز شروع کن. چالش ها باعث رشد و پیشرفت تو میشن. به مشکلات به عنوان فرصت های حل شده نگاه کن. ذهن شما به دنبال راه حل ها باید باشه، نه مشکلات. در یک پروژه اگه به مشکل برخوردی، به جای فکر کردن به چطور شد، سریعتر به دنبال راه حل بگرد. قدر زمان رو بدون. زمان بزرگترین دارایی شماست. وقتی استفاده بهینه ازش بکنی، همه چیز تغییر میکنه. مطمئن شو که هر دقیقه از روزت با هدف و تمرکز سپری میشه. از اتلاف زمان پرهیز کن. از اشتباهات درس بگیر. درست‌ترین راه یادگیری از اشتباهات و شکستاته. اگه پروژه‌ای شکست خورد، به جای افسوس خوردن، اشتباهاتت رو شناسایی و بررسی کن و دفعه بعد با آگاهی بیشتری عمل کن. اعتماد به نفس خودتو بالا ببر. بیشتر موفقیت‌ها با اعتماد به نفس به دست میاد. وقتی به کاری اعتقاد داری، دیگه هیچ چیزی نمیتونه تو رو متوقف کنه. از نظم و انضباط بهره ببر. زندگی با نظم و انضباط همیشه به نتیجه میرسه. یه برنامه روزانه برای خودت بساز و بدون هیچ بهانه‌ای اجراش کن. هر روز از صبح زود با تمرکز شروع کن. هیچ وقتت رو هدر نده. در لحظه زندگی کن. نگران فردا نباش. امروز و این لحظه مهمترین زمان‌ها هستن. تمرکزت رو روی کاری که داری انجام میدی بذار، نه روی کارهایی که هنوز انجامشون ندادی. همیشه بهترین خودت رو ارائه بده. در هر کار و موقعیتی بهترین نسخه خودت باش. چه در محل کار، چه در زندگی شخصی. همیشه تمام تلاشتو بذار که بهترین نتیجه رو بگیری. از استراحت غافل نشو. استراحت برای افزایش بهره‌وری ضروریه. با استفاده از یه سری تکنیکا، کارهای طولانی رو تقسیم کن و در هر دوره استراحت کوتاه بذار. اهداف بلند مدت داشته باش. اهداف بلند مدت باید همیشه در ذهن شما باشن. هر تصمیمی باید به سمت اونا پیش بره. بیشتر موفقیت‌ها از تصمیم‌های کوچیک روزانه شروع میشن که به هدف‌های بزرگتری میرسن. خب دوستان، اینم از 21 اصل از کتاب فوق‌العاده قورباغه ات را قورت بده. همونطور که دیدید، این اصول به شما کمک میکنه که به بهترین نسخه خودتون تبدیل بشید و از وقت و انرژیتون به بهترین نحو استفاده کنید. حالا نوبت شماست که هر یک از این اصول رو وارد زندگیتون کنید و هر روز یک قدم به سمت موفقیت نزدیکتر بشید. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید، حتما لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و توی کامنت ها بگید کدوم اصل رو میخواید از امروز شروع کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.